امروز قراره یه سفر جذاب داشته باشیم برای معرفی دوتا کشور، ایران و اسرائیل. ایران کشوریه با تمدنی چند هزار ساله، با منابع نفت و گاز که تأثیر مستقیمی توی منطقه و سیاست جهانی داره. در مقابل اسرائیل یک کشور کوچیکه به اندازه استان بوشهر، اما در دنیای تکنولوژی و استفاده از منابع آبی حرف زیادی برای گفتن توی دنیا داره. هدف ما از ساخت این ویدیو اغراق یا قضاوت یک طرفه نیست. فقط میخوایم واقعیت‌های این دوتا کشور رو بهتون نشون بدیم. قراره بدون تعصب ایران و اسرائیل رو از نظر جغرافیا، اقتصاد، جمعیت، تکنولوژی، فرهنگ و حتی قدرت نظامی مقایسه کنیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب بیاین اول از ابعاد جغرافیایی و وسعت شروع کنیم. میدونستین ایران با مساحت حدود 1.64 میلیون کیلومتر مربع 18مین کشور پهناور دنیاست. یعنی اگه فرانسه و آلمان و اسپانیا و بریتانیا رو بذارین کنار هم، باز هم ایران بزرگتره. از لحاظ موقعیت هم ایران یک کشور 4 فصل با کوه، کویر و دریاهای شمال و جنوبه. اصلا فکرشو میکردین کویر لوت ایران یکی از گرمترین مکانهای روی زمینه و دمای 70.7 درجه سانتیگراد هم توش ثبت شده؟ حالا بریم سراغ اسرائیل. این کشور فقط حدود 22,000 کیلومتر مربعه، یعنی تقریباً اندازه استان بوشهر خودمونه. خیلی کشور کوچیک و 149مین کشور دنیا به لحاظ ابعاده. اسرائیل بیشتر اقلیم مدیترانه‌ای و بیابونی داره، ولی یه نکته جالب دیگه این که دریای مرده که تو مرز اسرائیل قرار داره پایین‌ترین نقطه خشکی روی کره زمینه. آبش هم تا 10 برابر از اقیانوس شورتره. یعنی یه جورایی یه پدیده طبیعی بی‌نظیره. حالا بریم یه نگاهی هم به جمعیت و ترکیب فرهنگی این دو کشور بندازیم. ایران با جمعیت تخمینی 92.1 میلیون نفر 17مین کشور پرجمعیت دنیاست. تو ایران قومیت‌های مختلفی مثل فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ و عرب زندگی میکنن که هر کدوم فرهنگ و سنت‌های خودشون رو دارن. زبان رسمیمون هم فارسیه و دین رسمی مملکت هم اسلام شیعه است. میدونستین جشن نوروزی ما ایرانی ها یه میراث جهانیه که توی یونسکو هم ثبت شده و فقط ما نیستیم که جشنش میگیریم. از اون طرف اسرائیل با جمعیت تخمینی 10 میلیون نفر تراکم جمعیتی بالایی داره. ترکیب جمعیت اسرائیل خیلی خاصه. حدود 73.6 درصد یهودی، 21.1 درصد عرب و بقیه هم از گروه‌های دیگه مثل مسیحی ها هستن. زبان‌های رسمیشون هم عربی و عبری هست. جالبه بدونید که اعراب فلسطین توی اسرائیل حق شهروندی کامل دارن و تو انتخابات هم شرکت میکنن. یه نکته جالب دیگه این که تل‌آویو رو به عنوان پایتخت وگان جهان میشناسن. Welcome to the land of almond milk and date honey because Tel Aviv is the vegan capital of the world. حالا بریم سراغ اقتصاد و نوآوری که تو این بخش هر دو کشور داستان‌های موفقیت جالبی دارن. اقتصاد ایران بیشتر روی منابع طبیعی مخصوصا نفت و گاز میچرخه. میدونستین ایران دومین ذخیره بزرگ گاز طبیعی و 4مین ذخیره بزرگ نفت رو توی جهان داره؟ و یه حقیقت کمتر شنیده شده اینکه ایران بزرگترین تولید کننده و صادر کننده زعفران توی دنیاست و بیش از 90% زعفران کل دنیا رو ایران تامین میکنه. البته توی تولید پسته و خاویار هم همیشه جزو بهترین های دنیاست و صنایع بی‌نظیری مثل فرش بافی رو داره. در مقابل اسرائیل رو بهش میگن استارتاپ نیشن، چون با وجود کمبود منابع طبیعی بیشترین تعداد استارتاپ رو نسبت به جمعیتش توی دنیا داره. تولید ناخالصی داخلی این کشور تو سال 2023 حدود 540 میلیارد دلار بوده که این کشور رو تو رتبه 18 جهانی از این نظر قرار میده و این به خاطر سرمایه‌گذاری سنگینشون تو بخش تحقیق و توسعه و روحیه کارآفرینی بالاشونه که این کشور رو به قطب جهانی توی حوزه‌هایی مثل امنیت سایبری، بیوتکنولوژی و فناوری‌های کشاورزی تبدیل کرده. تازه اونا توی مدیریت آب هم جزء پیشروهای دنیا هستن و بیشتر از 80% آب مصرفیشون رو بازیافت میکنن. ایران به لحاظ آموزشی دانشگاه‌های قوی مثل شریف و تهران رو داره و مهندسا و دانشمنده زیادی به دنیا معرفی کرده. اما از نظر بودجه تحقیقاتی اسرائیل یکی از بالاترین ها در دنیاست. سیستم آموزشی اسرائیل روی نوآوری و تحقیق
خیلی سرمایه گذاری میکنه. خیلی از تکنولوژی های نظامی، امنیت سایبری و پزشکی که الان در دنیا استفاده میشه از اونجا اومده. حالا بریم سراغ یکی از جذابترین قسمت ها، مقایسه قدرت نظامی ایران و اسرائیل. با اینکه ایران سالها زیر فشار تحریمه، ولی یکی از قوی‌ترین ارتش‌های منطقه است. مخصوصاً تو حوزه موشکی و پهپادی واقعاً دست بالا رو داره. پهپادها و هواگردهای بدون سرنشین، مهاجر 10، یه پهپاد تهاجمی با برد 2000 کیلومتر میتونه 24 ساعت مداوم پرواز کنه و تا 300 کیلو مهمات حمل کنه. مثلا موشک‌های الماس و بمب‌های قاصد. شاهد 136 همون پهپاد انتحاری معروفه که حتی تو جنگ اوکراین هم کلی سر و صدا کرد. موشک‌ها و پدافند هوایی، موشک‌های بالستیک مثل شهاب، قدر، سجیل، خرمشهر که بعضی‌هاشون تا 2000 کیلومتر هم برد دارن، یعنی راحت تا تل‌آویو. پدافند هوایی، سیستم‌های بومی مثل باور 373، سوم خرداد، رعد میتونن هواپیماها و حتی موشک‌های کروز رو هم شکار کنن. اسرائیل یه ارتش بسیار پیشرفته است که به شدت از طرف آمریکا حمایت میشه. معروف‌ترین تکنولوژیش هم گنبد آهنینه که برای رهگیری راکت‌ها و موشک‌ها ازش استفاده میشه. تو حوزه نفوذ سیاسی، اسرائیل لابی خیلی قوی توی آمریکا و اروپا داره. ولی ایران هم بیکار نبوده. یه شبکه از نیروهای نیابتی تو منطقه داره، مثل حزب الله لبنان، هشت شعبی عراق، انصارالله یمن که بهش عمق استراتژیک میده. در مجموع ایران با وجود همه محدودیت‌ها تونسته یه نیروی نظامی مقتدر رو مستقل بسازه. همونطور که دیدین ایران و اسرائیل با وجود همه تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های سیاسیشون کلی ابعاد جذاب و کمتر شناخته شده دارن. از وسعت و منابع طبیعی خفن ایران تا نوآوری و تکنولوژی پیشرفته اسرائیل، هر دو ملت داستان‌های منحصر به فردی برای گفتن دارن. شناختن این حقایق میتونه به ما کمک کنه تا یه تصویر کاملتر و عمیق‌تر از این دو کشور داشته باشیم. نه فقط اون چیزایی که تو اخبار میشنویم.